زنبوله کن برای چو چنی میخوای؟ آدمای خوک کسیفی انگلی مخوری جامعه پولا و حاصلی سالها زحمت تلاشه دا بخورن بریشی داشته و نداشته بخندن. این ویدیو برای توه، ولی اگه دوست نداری چشای جوشه دا باز کنم و دوست داری پولا دا یکی دیگه مفت بخوره دا گولت بزنه برده باشی یا تو کیوم پاچت بکنت این ویدیو را ردش کن برو سولاخیده چربش کن. ایشون آقای جورجندی هستن که دست هرچی پکیج فروش بیبوته مادر به خطا رفته 1000 پدر را رو میکنن. تمام کانال‌های مربوط به بیت کوین و سایت‌های قمار شرطبندی یا صرافی یا ارز دیجیتال را رسوا میکنن. سایت‌های اینوری آب و اونوری آب و هر جای دنیا که باشه را به شما میگن که کالاهبرداریه و به هدف دزدی از شما ساخته شده. دست تمام سلبریتی هایی که پشت تمام این کلاهبرداری ها هست را رو میکنن و با سند و مدرک اثبات میکنن که این دزدها و انگل های بیبوته مفخور جامعه مادرانشان اشتراکی بوده و اصلا پدر مشخصی ندارن. ایشون یک سری سایت های خوب را هم معرفی میکنن که به وسیله اون سایت ها میتونیم کلاهبرداری بودن سایت های دیگه را بفهمیم. تا اینجاش که کارشون خیلی عالی بوده، خیلی دوست داشتم. شما میتونین یه سر به کانال ایشون بزنین و علاوه بر این که داناتر میشین و دانشتون در زمینه جرایم سایبری بالاتر میره، دیگه گول افراد خوک کثیف دوپاره نمیخورید و با رویا فروشی که اونها به شما میکنن جیب خودتون را خالی نمی کنید و جیب این مادر به خطا رفته های بیبوته بیناموس انگل جامعه را پر از پول نمی کنید. این شیر مرد را باید تا جای ممکن حمایت کرد و به کل ایران معرفیشون کرد. وقتی وجودی گل و ارزشی ایشون را همه مردم ازش با خبر بشن و بهره ببرن، دیگه هیچ بیشرفی حرومخوری نمیتونه اظهاری وجود کنه و سری ما را کالا بذاره و سفره تمام این کلاهبرداری ها تموم میشه و راه مفخوری این خوک‌های انگل زاده 1000 پدر بسته میشه. اگر ما همچین افراد شریفی را حمایت نکنیم، ما هم شریک جرم این خوک‌های کثیف حرومخور انگل جامعه هستیم. پس ما یا خودمونم انگل جامعه هستیم و دشمن آگاه شدنی مردم، یا با سکوتمون و بی تفاوت رد شدن از این قضیه داریم با سکوتمون این انگل های مفخور را حمایت میکنیم. بیاین یه بار برای همیشه متحد بشیم و با به دست آوردن دانش و آگاهی از کانال این مرد شریف و به اشتراک گذاشتن این دانش با بقیه دوستان و آشنایان تمام کلاهبرداران کثیف سایبری رو شکست بدیم تا دیگه شاهدی بدبخت شدنی مردمان زحمت کش نباشیم. اگر دوست داشتین کانال این بزرگوار رو سابسکرایب کنید و لایک کنید. این کمترین کاریه که برای ایشون از دستمون برمیاد و باید به خاطر این دانش و آگاهی که به رایگان در اختیاری ما میگذارن و نگران پولهای ما هستن که افرادی شیاد و کلاهبردار نخورند از ایشون قدردانی کنیم. در روزگاری که لاشخوران و انگل‌های جامعه در روز به روز به تعدادشون اضافه میشه، حیف چنین آدمایی مثل آقای جورجندی که برای پول و وقت زحمات ما ارزش قائلن را یاری نکنیم. این همه ایشون به فکر ما هستن و دلشون برای ما میسوزه، ما هم با وجدان باشیم و قدر زحمات این بزرگوار را با یه لایک ساده جبران کنیم. این برای ما هزینه نداره، ولی قوت قلبی میشه برای ایشون تا بیشتر ما را آگاه کنن تا ما پولهایمان را از دست ندیم و این دوستهای کثیف جامعه نتونن مفت حق ما را بخورن. لایک و سابسکرایبشون هم نکردیم، حداقل بیاین فیلم های ایشون را دست به دست کنیم و برای دوستان و اقوام بفرستیم تا اونا هم آگاه بشن و ما از یه دزدی دیگه به کمک آقای جورجندی جلوگیری کنیم. وجود ایشون و افرادی مثل ایشون حکمی طلاست. وقتی ما را آگاه کنن و ما گولی دزدار نمیخوریم و پولمون دزدیده نمیشه و ما باهاش میتونیم طلا بخریم، برای همینه میگم وجود ایشون طلاست. ایشون میفهمه ما برای پول زحمت میکشیم،
دلش میسوزه برای ما، ولی اون خوچای کثیف اصلا دلشون برای پولای ما نمیسوزه و ما را خر میکنن و مفت از ما میدوزن. باش میرن خرج شکمشون رو خرج چون میکنن. دیگه چه جوری بگم به غیرت دون بر بخوره؟ پولای ما را خرج کردن میکنن و موقع کردن به خریتی ما میخندن. پولش از خریتی ما، عشق و حالش از این خیوچای کثیف. مادر اشتراکی از بس هرسم میدین اینجوری گفتم تا یکم غیرتتون تحریک بشه و بفهمین پول مفت کسی برامون نریده. اون پکیج فروش اگه پکیجش کار میداد خودش عمل میکرده الان پول دار میشد، نه اینکه با کردنی پکیجش توی مردم آخر کردنی مردم پول دار بشه. خارجی ها یه ضربون مثل دارن میگن که اگر یه بار مرا گول زدی تو یه هم زاده ای، ولی اگه 2 بار گولمون زدی ما نی هستیم. آدمی خرابی شعوره که از یه سولاخ 2 بار گاده میشه. ایشون بلتلاشی شبانه روزی دارن افرادی زیادی را از خطری فاکیده شدن توسط کلاهبرداران نجات میدن. آیا تو نشستی که خوچای کثیفی 2 پا دیگران را بگوین یا به اون بیچاره ها کمک میکنی که دیده نشن؟ بیایید من و شما هم جرجندی بشویم و افراد بیگناه زحمتکش را از گده شدن نجات بدهیم. بیایید ما هم متحد شویم و به کمک آقای جرجندی انگل‌های مفخر جامعه را بفاکیم و شرشون را برای همیشه از سر خودمان و فرزندانمان و هموطنانمان دور بکنیم و اتحاد این انگل‌های کثیف را از بین ببریم. دشمنان ما با هم متحد هستند. بیایید ما هم با هم متحد شویم. انسان‌های دانا و متحد هرگز شکست نخواهند خورد. بدرود عزیزان.